چطوری؟ خوش اومدیم به این ویدیو بچه‌ها. اومدیم با پارت سوم بازی دت پارک 2 یا همون پارک مرگ 2. بچه‌ها بریم ادامه بازی و ببینیم در این پارت و در این قسمت چی در انتظار ما خواهد بود. خب بچه‌ها اومدیم با ببینیم در ادامهش اینجا چی میگه. اوه بچه من همون جایی که از این بازی سابقه دارم الان ما بریم داخل قبرستون. این کلید قبرستونه بچه ها. این پاور قبرستون بچه ها. اونجا خوبی داشت بچه ها. قبل این دکتره رو بکنیم و کلید رو گردنش برداریم. اونجا باشه من اینو تموم کردم. بیل همونجا هست بکنم. آره کسیه؟ چراغ اینجا باز نمیشه. آره هست. بچه ترتیب اینا رو بدم من. بچه از میگم تیر نیازه میشه. بیا سریع بچه اینجا فرار کنیم. بچه آخه نمیخوام تیرامو هدر بدم. خوشحال لایی بکشم برات. بیدون بالم ماشاءالله. چه رد شدیم. رد شدیم. اه چه خیلی کنده. بچه اینا میگم میو من بیا. بچه واقعا مرحله اول تقصیر بچه اونایی که میدونن قسمت فاضلاب چقدر سخته. خب اونایی هم که نمیدونن بچه این قسمت فاضلاب این که اینجا یه بار دیگه بچه این دلغکه دنبال ما میفته. یعنی بچه اونجا واقعا کار ما خیلی سخت میشه. دلغکه اینجا میفته و هر راه به یه راه دیگه راه داره. اینجا خیلی بچه ها سخته. بعد اونجا مطمئنم بچه داخل ادامه پارت ها میبینید. بچه از این نقشه ببینیم چه کجاست. قبرستون باشه اینجا دت پارک. قبرستون باشه باید این باشه. این الان ما باید بریم به اون لوکیشن. بچه تیر شاتگانه. بچه لازم بگم ادامه بازی شاتگان هم به دست میاریم. شاتگان میگیری؟ آره همین داخل همین قسمت میگیریم. اینم که MP5 بخاطر بچه بغل پیداش کردم SMG. امیدوارم که آجینم بچه من زیاد مثلا وقت ما رو نگیره. این دارم درست میام. آره اونجا بچه فکر کنم دوباره باید دلغکه ما رو دنبال بده. اینجا میاد دلغکه؟ اینجا نه داخل قبرستون دنبالم میده. لیپوس ابی نداره. بچه من این بازی رو دارم بهتون نشون میدم برای اونایی که میترسن بازی کنن. حداقل نگاه کنن که مثلا بازی چجوری تموم میشه دیگه. حالا ما براتون میریم اینجا قبرستون بچه ما دیگه بچه براتون میریم که شما اگه دیگه نترسید و خودتون از بازی لذت ببرید. خب بچه من ویدیو کات میکنم تا اینجا بگذره. بچه اینجا گذشت. بچه اگه تا اینجای ویدیو اومدین و لایک بغل رو نکوبیدین حتما بکوبید. راستی بچه اسم دکتره رو یادم رفت. اولش چی داشت؟ اینجا قبرستونه؟ آره باید براتون دکتره رو پیدا کنیم. متکی چرا قبرستونش اینجوریه؟ اینجا دروازه‌ش هم خرابه. قبرستون بشه اینجا خرابه دیگه. بچه شما اسم دکتره رو یادتون میاد؟ پیداش کردم. همینه؟ آره. بید. ای کله پدر حمالت. بچه حتما تا اینجا ویدیو اومدیم لایک ویدیو رو بکوبید. ببینیم چیه باگی میشه زد. ببینیم چیه. نه مثل اینکه بچه اینجا بچه کانال من بچه حتما سابسکرایب کنید و لایک بغل هم بکوبید. برای کم پاس من داریم. اوه بچه اینا رو من باید پیدا 4 تا برم. از 4 تا 5 تا نمیدونم 4 تا ایناست. و حالا مشکل ما این نیست. مشکل ما این یاروه. یا حسین کله بابات کله خوبه.
باش حالا دیگه خودش باشه یادتون باشه که زرد ما من زرد ما شاید من چقدر قرمزه. آره باشه باشه نام واقعا دارم میرینم شاید پرد اسمشون شاید یادتون باشه این دایره است رد شده اینجا اون نیست این چیه؟ این برم بچه ما رو خفت نکنه برای کار جناموس هم نیستی خونه بچه اینجا که خالیه بچه یادتون باشه اینم مارک بیچه چیه همین بچه حالا خوبی اینجا اینه که مثلا اینجا بزرگه در حقیقت که به راحتی مثلا نمیتونه ما رو پیدا کنه اگر همه چی پیدا کنه راحت گممون میکنه اینه بکنم قبلش آره؟ چه اینم قرمز اینم آخری دیگه خب این آبی این بود آبیم نه این بود آبی این بود سبزم که این بود قرمزم بخشید این بود این بود تمام شد درست برو داخل آخه خش بچه سکته میکردم اوه بچه این بیل اوه اینم تیش شاتگون پیدا کردیم بچه اگه از گانت کنم ایمش رو مثلا نکن این بچه اینه زبدر اینجوری ایمش یکی ایمش شاتگون که دایره باشه ولی ما دادگاه اینجا رو میریم شاتگان یه تیر بزنی مردی؟ نه داخل بازیش بگم بچه بین 3 تا 4 خیلی ترسناک بود شانس داشت شما ندید بچه به نظر من اینجا ترسناک ترین جاشه که این قسمته نه این قسمت که نیست این قسمت اولشه یکی هم قسمت فاضلابه اونجا بچه خیلی ترسناکه خب بچه بریم قبر رو مردیکه رو بکنیم تو بودی؟ این بود بچه این که نبود نه بچه این بود نه نبود این نه بچه باشه اینه از کجا میفهمی؟ برای مکسی بیل میاد دست دکتر اینجا نوشت دیگه باشه اوه این چیه؟ بچه هیولای جدید اومد خوشحال باشم ترتیب ما رو میده کلیدر گرفتی؟ آره چه مردم میشه بچه ناموسه بچه واقعا من فقط هیچ فکر کردم خیلی حتی دلغکه نیست گفتم که بچه واقعا من حالا فکر میکنم دلغکه وجود نداشت با هیولاش یا شم یا چه میدوه تو میتونی ببینم کلتو میکنم در اینجا نمیره آها بچه تیرامو نگه میدارم بچه الان که بچه نمیخوام که مزه بازی رو ببرم خب نظرم گفته باشم بچه ها مرحله ای که اینجاییست یه دونه مقر چیه خب یه برای تکنولوژی و ایناست اینجور کاراست بچه داخل اون قسمت یه هیولایی میفته دنبال ما که اصلا بچه نگم براتون یعنی بچه ها هیولا رو از الان نگم خب فقط یه راهنمایی اونا که میدونن که هیچ ولی اونا که نمیدونن یه هیولا میاد اندازه بیمارستان جدی میگم اینا یه هیولا میاد اندازه این خونه یا بعد بچه اونا که میدونن که میدونن آخر سر دلغکه گنده میشه و غول میشه دلغکم اندازه گودزیلا میشه آخر سر آره و اگه ما این بچه این دست رو تموم کنیم خود پنی وایز به ما میده یعنی پنی وایز نیست خود پنی یعنی پنی وایز نیست الان یکی رای پنی وایز 4 تا چشم داره نه راست میگی پنی وایز بچه خیلی خفنه اونایی که ندیدن فیلمشو دیدن که میدونن ولی اونایی که فیلمشو دیدن حال کنن اونایی که ندیدن بازم لایک کنن بازم لایک کنن
راستی ندیدن نه نه سابسکرایب نه کنن. اونایی که ندیدن کامنت بذارن. بچه بگین راستی من بچه اونایی هم که کسایی که میخوان مثلا آیدای خفنی دارین داخل کامنت ها بگین آیدای فری فایر رو براتون حتما نگاهشون میکنیم. خب بچه ادامه اینو میتونید در پارت بعد تماشا کنید. بدرود. خداحافظ.